آیا من هر روز برای رسیدن به آرزوهای خود تلاش میکنم؟ آیا من راه خود را انتخاب میکنم یا با راه دیگران میروم؟ چه چیز مرا خوشبخت میکند و چگونه میتوانم آن را به دست آورم؟ سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت هستید. امروز میخواهم درباره وقت صحبت کنم. وقتی شما ارزشمند است، آن را برای زندگی خود صرف کنید. در این جهان زودگذر که هر لحظه به طور بی‌نظیر و ناتکرار میگذرد، ما باید یک چیز را دائما در خاطر نگه داریم. وقتی ما محدود است. هر نفسی که میگذرد برگشتنش ناممکن است و از این رو ما باید آن را با زیرکی و مسئولیت استفاده بریم. همگان میفهمیم که زندگی تحفه بی‌بهاست، ولی بسیار وقت این تحفه را با اجرا کردن آرزوهای دیگران و قانع کردن انتظاری‌های آنها صرف میکنیم، به آنکه حقیقتاً برای خود زندگی کنیم. شما احتمال بارها با فکرهای دیگران به دشواری روبرو شده اید. چگونه باید زندگی کنید؟ چه کار باید کنید؟ و چگونه به خواسته های خود برسید؟ بسیار وقت ما تلاش قانع کردن انتظاری های اطرافیان، عائله، دوستان، همکاران از زندگی خود دور می شویم. اما حقیقت این است که انتخاب تنها در دست شماست. هر یک نفسی که می گذرد تنها به شما تعلق دارد. زندگی کسی دیگر را گذرانیدن یا تنها برای خوشنود کردن دیگران کار کردن همان وقت است که شما را از خودتان دور می کند. محور زندگی خود شما هستید عزیزان. هر روز، هر صبح باید خودتان را از نو پیدا کنید و قرارهای حیاتی خود را در اساس ارزش‌ها، آرزوها و هدفهای شخصی خود قبول کنید. بله، هر انسان می تواند در جهان اطرافش تاثیرگذار باشد، اما این تنها وقت امکان پذیر است که او اول خود را بشناسد، باور کند و در راه خود استوار باشد. اگر شما وقت و زندگی خود را به تحکیم افکار دیگران صرف کنید، ناگزیر است که روز با پشیمانی به عمر نگاه کنید و درک خواهید کرد که وقتی خود برای رسیدن به آرزوهایتان صرف نشده است. در آن لحظه با دردی شکسته فکر خواهید کرد: کاشکی برای خود زندگی میکردم. در خاطر دارید عزیزان که هیچ کس به جای شما زندگی نمی کند و هیچ کس هم احساسات، غمها یا خوشنودی شما را به طور واقعی احساس نمی کند. به دلتان گوش دهید. هر صبح که بیدار می شوید خود را نپرسید که من امروز برای کی زندگی می کنم. اگر جواب شما به فکر دیگران وابسته باشد، پس حالا وقت است که خود را از زندان فکرهای بیرونه آزاد کنید. بگذار هر قدمی که میگیرید، هر تصمیمی که قبول میکنید به سوی خودشناسی و رشد شخصی شما روانه شود. آرزوهای شما مهمند و هیچ کس نمیتواند آنها را به جای شما عملی سازد. عزیزان، از خود بپرسید: آیا من هر روز برای رسیدن به آرزوهای خود تلاش میکنم؟ آیا من راه خود را انتخاب میکنم یا با راه دیگران میروم؟ چه چیز مرا خوشبخت میکند و چگونه میتوانم آن را به دست آورم؟ در نهایت، وقتی که ما درک میکنیم که زندگی کوتاه و پر از فرصت نادر است، ما به هر یک لحظه با احتیاط مناسبت میکنیم و کوشش میکنیم که هر قدمی ما را خودمان انتخاب نماییم. به زندگی خود نگاه کنید و از آن لذت برید و از امکانیت‌های هر روزه استفاده برید تا که روز به افتخار بگوید: من برای خود زندگی کردم. یک بار دیگر خاطررسان میکنیم عزیزان که وقتی شما محدود است، پس آن را برای رسیدن به آرزوهای خود صرف کنید.
نه برای قانع کردن انتظاری های دیگران. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.